الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 110 از آموزش توحید است که شاید این 12 حلقه در موضوع عبادت باشد و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما ضررها و مفاسد عبادت غیر الله را بیان خواهیم کرد. خیلی که در حلقه های گذشته به شما بیان گشت، عبادت باید تنها به الله رب العزت و الجلال انجام داده شود. عبادت این انجام دادن و ترک نمودن است. عبادت همه چیزهایی که الله سبحانه و تعالی دوست می دارد که به وجود بیاید یا دوست می دارد که ترک کرده شود و از همون عمل راضی هست، خواه ظاهری باشد خواه باطنی، خواه از زبان یا دل یا عمل ظاهرا باشد، همه عبادت است. پس همه نمود عبادت به الله انجام داده شود. بزرگترین بگویم امروز مشکلی که در بین امت اسلام هست، این نفهمیدن معنای عبادت و نشناختن عبادت و بالاخره بعد از این انجام ندادن عبادت تنها به الله رب العزت و الجلال. وقتی که انسان عبادت را نفهمد که چی معنی دارد و عبادت را از غیر عبادت جدا کرده نتواند، البته که از سبب این همه جهالت عبادت را به غیر الله انجام می دهد. اما جهل در مسئله شرک عذر نیست. بدانید هر کسی که عبادت را به غیر الله انجام داد مشرک شد و در این مشرک شدنش او عذر ندارد. جاهل بودنش، ندانستنش، تعویل کردنش عذر نیست، بلکه او مشرک است و کافر شد. و البته به الله سبحانه و تعالی انسانها عادتاً به 4 نمود شرک را انجام می دهند. اولین نمود شرک این دعا هست و دعا به 2 نمود تقسیم می شود: دعای عبادت و دعای مسئلت. دعا وقتی که میگوییم کلمه دعا یعنی 2 معنی دارد، معنای عام و معنای خاص، معنای مطلق و معنای مقید. معنای عام دعا همین است که هر عبادتی که انسان انجام میدهد این را دعا گفته می شود، دعای عبادت است. و اما دعای خاص معناش این است که هر طلبی که انسان انجام میدهد این را دعا گفته می شود. پس انسان هم عبادت، تمام نمود عبادتش و بخصوص دعایش را باید به الله انجام بدهد، یعنی از الله بپرسد. برای چی؟ برای که دعا این عبادت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند که الدعاء هو العباده، دعا این همون عبادت است. حدیث است و البته روایتی اومده است که الدعاء مخ العباده، دعا این مغز عبادت است. البته این روایت ضعیف است، اما دعا عبادت است، صحیح است. و خود الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرده است که دعا عبادت است و میگوید ادعونی استجب لکم، مرا دعا بکنید من شما را دعاتون را اجابت میکنم. ان الذين استكبرون عن عبادتي، آنهایی که استکبار میکنند
از عبادت من، از دعای من، یعنی دعا در اینجا چی است؟ عبادت من. دعا یعنی عبادت گفته است. سيدخلون جهنم داخلین، به جهنم داخلین یعنی صاغرین، در حالت خوری و زاری و حقیری داخل میشوند. این یکم نمود شرک است که این را میگویند دعا یا دعای طلب و مسئلت یا دعای عبادت. و دومین نمود شرک این شرک اطاعت است که انسان به کسی اطاعت میکند و به سبب اطاعت کردنش به شرک واقع میشه، چرا که اطاعت هم عبادت است. و سومین نمود شرک انسان ها داخل میشن اراده، نیه، قصد. انسان اراده غیر الله میکند، نیت غیر الله میکند، قصد غیر الله میکند در انجام دادن عبادت یا در غیره مشرک میشود. چهارمین نمودش شرک تشریع، شرک بگویم سومین نمودش اگر گفته چهارمین نمودش شرک تشریع، شرک حکم، شرک تحکم، شرک قانون برآوردن، شرک حکم کردن به حکم غیر الله و شرک مراجعت کردن به محکمه طاغوتی. این نمود اینها همه شرک، برای اون که این عملها هم عبادت است. یعنی حکم کردن به حکم الله عبادت است، ترک کردن قانون برآوردن مخالف قانون الله عبادت است، یعنی ترکش عبادت است. و تشریع این حق الله است، از توحید ربوبیت است. و مراجعت کردن به محکمه طاغوتی این شرک در الوهیت است، زیرا که مراجعت کردن به محکمه های الله، به محکمه الله، این عبادت است، از توحید الوهیت است. و پنجمین نمود شرک شرک محبت است، یعنی انسان چیزی را دوست بدارد سخت‌تر از الله یا که برابر الله سبحانه و تعالی. همچنین پس محبت الله و رسولش و محبت مؤمنین و دین، این البته از واجبات و از اصول دین است. و محبت بارک الله فیکم، اون چیزهایی که الله دوست می‌دارد و محبتی که به خاطر الله باشد، اینها همه از شریعت است. اما محبتی یک چیزی با همراهی الله، هم الله را دوست بداری و هم قبر را دوست بداری، این البته که محبت شرکی هست، محبت مع الله میشود. پس عادتا شرک ببینید از 5 جا داخل شده است. در دعا، شرک در دعا، شرک در اراده، نیت، قصد، دومش، سومش شرک در طاعت، چهارمش شرک در حکم، تشریع، تحکم، پنجمش شرک در محبت. همه این نمود این شرک ها را انسان باید ترک بکند، یعنی همه این عمل ها را به همان نشانداد شریعت عمل بکند. شرک در دعا یعنی در دعای عبادت و دعای مسئلت یا که الطلب والمسئله و الدعاء والعباده، یعنی انسان تمامی عبادتش را تنها به الله انجام بدهد. دوم نیت و قصد اراده انسان در همه حالت الله باشد. سوم انسان غیر از الله کسی را 100% اطاعت نکند که به مخالفت الله، یعنی کسی را در حالت مخالفت بودنش به الله اطاعت نکند. یک کسی امری را صادر کرد که مخالف امر الله است، اطاعت نکند. چهارم قانون مخالف قانون الله نبرارد، حکم به حکم غیر الله نکند و مراجعت به محکمه طاغوتی نکند. پنجم یک چیزی را و کسی را برابری الله سبحانه و تعالی دوست ندارد. انا همین نمودی عملهای هست که انسان باید وقتی که همه اش را به طبق شریعت انجام داد و تنها به الله انجام داد، از شرک نجات می‌یابد. شرک عادتا در همین 5 چیز است. و دیگر نمود همه شرک هایی که در این دنیا وجود دارد، میگن فلان عمل شرک است، فلان عمل شرک نیست، یا فلان عمل شرک است،
چند صد شرک نباشد به زیر همین شرک های منبر کرده داخل میشد. یا بسیار شرک های است که به شرک عبادت ببین، به نمودی شرک های که دعای عبادت و بعضی از بسیار شرک های است که به شرک دعا و مانند استغاثه و طلب شفاعت و این چنین نمودی شرک ها و شرک های هست که از طاعت اطاعت کردن است و بسیار نمودی شرک است که در مسئله شرک حکم تحاکم قانون داخل و بسیار نمودی شرک است که به زیر محبت داخل می شود. انسان وقتی که عبادتش را تنها به الله انجام داد، هم دعایش را، دعای طلب و مسئلت و دعای عبادت را به الله انجام داد، هم اطاعتش را به تنظیم در آورد و تنها الله را اطاعت کرد و غیر الله را اطاعت کرد، در حالتی که غیر الله سخن الله رسول را گفت. یعنی غیر الله را مطلق اطاعت نکرد، در مخالفت الله اطاعت نکرد، اراده نیت قصدش را صحیح کرد، محبتش را به تنظیم در آورد و به محبتی که با همراهی الله هست انجام نداد. پس این چنین انسان موحد می شود. چرا شرک را می آموزیم؟ می آموزیم تا که از شرک خود را دور بگیریم. تعلمت الشر لا للشر بل للتوقیه، بل للتوقیه. بدی را آموختم نه به خاطر بدیش، بلکه به خاطر اینکه از بدی خودم را دور بکنم. پس ببینید امروز بزرگترین مشکلی که در بین امت اسلام وجود دارد این مشکلی شرک دعا هست و شرک دعا به معنای دعای خاص که دعای مسئلت و طلب، دعای طلب و مسئلت. بسیار انسان‌هایی که خود را به اسلام نسبت می‌دهند، لا اله الا الله میگویند، به انمین نمود شرک واقع شده‌اند. یعنی به شرک دعا، اینم یک نمود عبادت است. خیلی که گفتیم دعا این از عبادت است، خود الله و رسولش بیان کرده است و به اجماع این ثابت است. انسان ها می روند به سر قبر استغاثه میکنن. استغاثه یعنی طلبی چیزی رو از قبر میکنن، یا از رسول الله یا از اولیاء یا از انبیا، از کسی نباشد، از غیر الله طلب کردن جایز نیست. طلب کردن یعنی چی؟ به کلمه ندا کردن، یا در حالت یگان مشکلی به سرش اومدن به سر قبر می رود، یا اولیاء یا فلانی یا کسی دیگر. در حالت خرسندی هم باز عادتا مردم در حالت مشقت و برای دفع مضرت به سر قبر می روند و جلب منفعت. این همه شرک اکبر است. طلب شفاعت کردن از قبور، استغاثه کردن قبور، ندا کردن قبور، این همه انجام دادن عبادت به غیر الله است که امروز در رافضه های قبوری و صوفی های قبوری این نمود شرک دیده می شود. به نهایت به اوج اعلا رسیده است و اینها فتوا میدهند. در نزد اینها البته که این شرک نیست. برای چی در نزد اینها شرک نیست؟ برای اینکه اینها لا اله الا الله را خطا فهمیدند. کسی که لا اله الا الله را معناش را خطا فهمید، البته که باقی مانده تمام دینش خطا می شود و خطا دین را می فهمد و خطا دین را عمل می کند و انجام می دهد. معنای لا اله الا الله در نزد اهل سنت و جماعت لا معبود بحق الا الله است. نیست معبودی بر حق بجز الله. یعنی اینکه یگانه ذاتی که باید عبادت کرده شود و حق است این الله است و دیگر الهایی که در این دنیا وجود دارد این همه باطل است. برای اینکه وجود دارد الههای باطل، همش باطل است و ساخته خود انسان ها است و الله یگان سلطان و یگان برهان برای این الههای باطل نداده است. اله حق الله است. اله یعنی معبود. بارک الله فیکم. معلوه ای معبود. معبود یعنی یک ذاتی که عبادت کرده می شود، یعنی توحید الوهیت. از همین جا می فهمیم که معنای لا اله الا الله توحید الوهیت است، یعنی توحید عبادت است. مردم باید عبادت رو به الله انجام میدهند. این از نظر اهل سنت است. اما اهل بدعت از رافضه ها، از صوفی ها، از اشعری ها، از ماتریدی ها، از اهل کلام، از فلسفه ها معنای لا اله الا الله را قسمی از اونها توحید ربوبیت بیان کردند، قسمی از اونها اصلا انکار کردند، حتی
بارک الله فیکم اینچنین معنی دادند که توحید ربوبیت رو هم نیست کردند و قسمی از اونها خیلی که اهل یعنی کلام بیان کردند والعیاذ بالله فقط یعنی ایمان آوردند به وجود الله. تعریف و معنی داد و فهم آنها نسبت لا اله الا الله همچنین شد که لا اله الا الله معنیش در نزد آنها همین است که نه توحید الوهیت بلکه توحید ربوبیت، یا که توحید ربوبیت هم نه بلکه فقط دانستن این که یک الله هست. از همین جهت اونها گفتند اگر معنای لا اله الا الله توحید ربوبیت باشد، یعنی لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا اله موجود الا الله، یعنی نیست اله موجود بغیر از اله خالق بودن، یا نیست خالق موجود بغیر از الله، به همچنین معناها توحید عبادت رو انکار کردند. یعنی گفتند که انسان مسلمان می شود به این که داند که الله وجود دارد، یا الله خالق بودنش رو داند، رازق بودنش رو دارد، آدم مسلمان می شود. و عبادت رو به الله انجام دادن انسان رو مسلمان کردن یا نکردنش هیچ تعلقی ندارد. یعنی عبادت به مسلمان شدن انسان یا که مسلمان نشدن انسان هیچ تعلقی ندارد. چرا؟ برای اینکه هم لا اله الا الله رو خطا فهمیدن. پس بارک الله فیکم از همین جهت شرک رو انجام دادند. اما معنای لا اله الا الله همین است که یعنی یگانه عبادت رو به الله انجام دادن و عبادت غیر الله را انکار کردن، قبر پرستی را انکار کردن، طلب شفاعت کردن قبر را انکار کردن به نام وسیله. امروز مشرکین به نام وسیله قبر پرستی میکنند. انکار کردن این نمودی وسیله غیر شرعی قبر پرستی، انکاری استغاثه، انکاری طلب کردن از مزارها، انکاری سبحان الله انجام دادن عبادت به مزارها است، به قبرها است. البته امروز کسی کم است، بینیت کم است که در گرد قبر طواف بکند، از قبر فرزند طلبت کم است، بینیت کم است. اکثریت مشرکین امروز شرکشون شرک واسطه است. یعنی میگن که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما عبادت نمیکنیم مگرم به خاطر اینکه بین ما و بین الله اینا واسطه شن. یعنی ما این قبرها رو عبادت نمیکنیم، اینها فقط بین ما و بین الله واسطه اند. یعنی ما رسول الله رو بین خود و بین الله واسطه میگیریم، برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای ما رو میشنوند و از الله در حق ما دعا میکنند و رسول الله رو ما از همین جهت طلب میکنیم که رسول الله در حق ما از الله طلب بکن، یا که رسول الله ما رو شفاعت کنین چنین. و این همه شرک اکبر است. این همه رو انجام میدهند و توسل به ذات میگیرند. ببینید شما نفهمید که شرک فقط یعنی شرکی عبادت فقط طواف کردن در گرد قبر یا که سجده کردن به قبر یا که ذبح کردن به قبر است. این چنین شرک هست، لیکن اساسی شرکی که به نهایت مردم توده گروه میلیون ها انسان داخل شدند، این شرکی واسطه گرفتن بین خود و بین الله. شرک مشرکین هم همین بود. گفتند که رسول الله در نزد الله درجه دارد، اولیاء و صالحین در نزد الله درجه دارند، اینها حق دارند. پس ما انسان های یعنی گناهگار هستیم، به واسطه رسول الله به الله نزدیک میشویم، به سر قبر رسول الله میرویم و طلب شفاعت میکنیم و همچنین عمل ها. و این همه شرک اکبر رو انجام دادند. و بدانند مشرکین که این همه شرک اکبر است، به الله نمیبخشد. خیلی که در سوره نساء در دو جایش بیان کرد و در سوره نساء آیه 40 بیان کرد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. و در جای دیگر میگه و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. پس الله نمیبخشد هر کسی که شرک اکبر را انجام داد. هر کسی که شرک اکبر را انجام داد، گرچند که خودش را مسلمان بگوید، لا اله الا الله هر روز بگوید، اما شرک رو انجام داد یا که انجام دادنش رو جایز دارد. یعنی شرک رو چگونه انجام داد؟ یا عبادت رو از نمود عبادت هایی که به مانند نماز، به مانند ذبح قربانی، به مانند طواف رو انجام داد، یا که دعا، عبادت دعای طلب و مسئلت رو رفت از سر قبر استغاثه کرد، طلب چیزی کرد که هیچ کسی قادر نیست غیر از الله، او از خصوصیت الله است، این رو رفت از قبر طلب کرد، این مشرک شد. یا کسی اراده غیر الله کرد، اراده غیر شریعت الله کرد، نیت غیر الله کرد، قصد غیر الله کرد، اراده حکم غیر الله کرد، اراده غیر تطبیق شریعت غیر الله کرد، به مانند حزبی به شرک اکبر واقع شد. یا کسی اطاعت غیر الله کرد،
به مانند لشکران طاغوت که 100% اطاعت پیشوایشان میکنند، اطاعت تمام دولت‌های کفری و رده‌ای که لشکر دارد لشکرش همش کفار هستند و خاطر اینکه اطاعت مطلق به رئیسشون میکنند و امر او که 100% مخالف شریعت باشد هم به جا میآورند. و این چنین شرک در حکم میکنند به حکم غیر الله. کسانی که حکم میکنند به حکم غیر الله مشرک میشوند. مراجعت میکنند به سودهای طاغوتی جاهلی مشرک میشوند. قانون برآورها در پارلمان نشسته یا که در دیگر جا نشسته قانون برآورده به مردم ملزم میکنند، مشرکند. یا کسانی که یک چیزی را با همراهی الله برابر دوست می‌دارند، از سبحان الله چیزی که مخلوقات باشد، این همه شرک را انجام دادن و این همه شرک اکبر است و این ضرر دارد و این نمود شرک ها یعنی انجام دادن عبادت به غیر الله است. ما چرا این قبوری ها را بگویم صوفی ها را انکار میکنیم، اشعری ماتریدی را انکار میکنیم، رافضه ها را انکار میکنیم، حزبی ها را انکار میکنیم؟ برای اینکه اینها همه اشون به شرک اکبر واقع میشوند. رافضه ها امام هایشون را میپرستند. شرک رافضه ها این شرک در عبادت دعا و عبادت بارک الله فیکم، یعنی انجام دادن دیگر نمود عبادت از نمود طواف و سجده به غیر الله، به قبر و به امام های دوازدگانش است. شرک صوفی ها، البته شرک رافضه ها هم شرک اعتقادی هم است. اعتقاد میکنند که یعنی همین امام هایشون برابری اعوذ بالله گویا که الله هست و بعضی از کارهایی که از خصوصیت الله است اعتقاد میکنن که امام هایشون انجام میدن. عیناً همین شرک را صوفی ها دارد. صوفی ها این چنین در شرک دعای طلب واقع شده، استغاثه از مرده میکنند، طلب شفاعت از مرده میکنند، از انبیا و از صالحین به ذات انبیا و صالحین چی میکنند؟ توسل میجویند به گفت خودشون که البته استغاثه است به کلمه ندا. اسالک شفاعت یا رسول الله، میگن ای رسول الله ما از تو طلب شفاعت میکنیم، ولی اون که شفاعت از حق الله است باید از الله پرسیده شود. ای الله من از تو طلب شفاعت میکنم، شفاعت رسولت را به من نصیب کن، گویان باید دعا کرده شد. اما اینها راست میرند از رسول الله میپرسند چیزی که خاص الله است، به شرک اکبر واقع میشوند. و این چنین نظر میکنند در سر قبر و این چنین طواف هم در اینها وجود دارد، غلطهایشون. و این چنین اعتقادی شرک ها دارند صوفی های قبوری و هم رافضه و هم صوفی ها معنای لا اله الا الله را به معنای لا خالق الا الله فهمیدند یا لا موجود الا الله فهمیدند. نیست خالق بجز الله، نیست موجود بجز الله. توحید الوهیت نفهمیدند، توحید ربوبیت فهمیدند. یا غلات رافضه ها و غلات صوفی ها نه حتی به معنای توحید ربوبیت هم نفهمیدند، فقط به معنای موجود فهمیدند که این اهل فلسفه و کلامی است. لا موجود الا الله، موجود یعنی بجز الله، یعنی یک موجود است که این الله است، تمام هر کاری میکنی بکن، گرچنده که تمام نمود شرکت رو کردی مشرک نیستی در نزد اینها. و البته که اشاعره و ماتریدی معنای لا اله الا الله را به معنای توحید الوهیت نفهمیدن، به معنای توحید ربوبیت فهمیدن. از همین جد ما این کار میکنیم. و حزبی ها اگرچه معنای لا اله الا الله را بسیاری از اونها به معنای الوهیت فهمیده باشند هم، اما دیده و دانسته به شرک اراده، قصد، نیت واقع میشوند و به شرک طاعت واقع میشوند و به شرک تشریع واقع میشوند و به شرک حکم و تحکم واقع میشوند. چه که اخوان المسلمین و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر حزب اردوغان و دیگر حزبایی که به نام اسلام در این عالم معاصر امروز وجود دارد، میبینیم که حکم به دموکرات علمانی لیبرالی سکولاریستی میکنند و پارلمانت ها دارند، یعنی شرک تشریع دارند و محکمه ها دارند که به حکم غیر الله حکم میکنند و مراجعه کردنش جایز میدانند و یا اراده تحقیق دموکراسی دارند. این همه شرک اکبر است. برای همین ما اینها رو انکار میکنیم. و چرا مرجئه ها رو انکار میکنیم و شدید میگیریم؟ برای اینکه مرجئه ها این همه عبادت هایی که تنها باید به الله انجام داده شود سبحان الله و به غیر الله انجام دادن شرک اکبر است و صاحبش کفر میشد، میگن که نه بوک ندارد. میگن که شرک فقط شرک اعتقادی است. شرک فقط شرک اعتقادی است. کفر فقط کفر اعتقادی است. میگن کفر شرک اکبر فقط همون وقت صاحبش کفر میشد که اعتقاداً انجام میدهد، به مانند تکذیب، جهد، استحلال. اگر انسان دین رو دروغ نگوید، یگان چیز رو حلال و حرام رو
یعنی انجام ندهد و بعد از این یعنی اعتقادی نبکند و بعد از این انکار نکند شریعت رو، اما قانون برآورد یا که حکم به حکم غیر الله بکند یا تبدیل بکند یا که دشنام الله و رسول را بدهد، دشنام دین بدهد، استهزا بکند، حرام حلال بکند، در این حالت در نزد جهمی ها و مرجئه های عصر حاضر این آدم کافر نمیشود. عملش کفر است، خودش کافر نیست میگن، در حالتی که به اجماع علما این است که عملش کفر است و خودش کافر است و جهل در این مسائل عذر نیست. البته از مدخلی ها، جامی ها، این جهمی ها عقیدهشون باطل است. برای همین ما اینها رو انکار میکنیم. مسئله توحید است. ما وقتی که به این طائفه های بدعتی انکار میکنیم، مسئله نه مسئله یک عادی است، بلکه به خاطر مسئله توحید انکار میکنیم و به خاطر انکار شرک انکار میکنیم، تا که شما بفهمید که این طائفه ها شرک رو حالو نفهمیدند و توحید رو حالو نفهمیدند. و این چنین خوارج رو انکار میکنیم که غلو کردن در باب شرک. الله گفت لا تغلو فی دینکم، در دینتون غلو نکنید. این ندا گرچنده که به اهل کتاب هم بود، لیکن این قاعده اصول فقه وجود دارد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. عبرت به عموم لفظ نه به خصوص سبب نازل شده است. پس در دین غلو کردن هم جایز نیست و در دین پست رفته و تقصیر و تفرید کردن هم جایز نیست، نه افراط نه تفرید. وسط چخیلی که اهل سنت و جماعت وسط هستند، هم جهمیه ها و دیگر فرقه های باطل و هم خوارج ها رو انکار میکنند. خوارج ها غلو کردند و کسایی که به شرک اکبر واقع نشده در شرک اصغر اونها رو تکفیر کردند. مرجئه ها غلو کردند در باب چی؟ پایان روی، تفرید کردند، پایان روی کردند، بے پروایی کردند و مشرکی که مشرک است، الله و رسولش مشرک گفته و به اجماع صحابگان مشرک است، به شرک اکبر واقع شده، این رو مشرک نیست گفته. و اهل سنت و جماعت وسط هستند، در شرک اکبر مشرک است و در شرک اصغر البته که مشرک نیست. و شرک اکبر هم به خودش البته تفصیلات و قواعد خود را دارد که ما بسیار در حلقه ها بیان کردیم و به اذن الله با بیان میکنیم. پس بدانید هر کسی که عبادت را به غیر الله انجام میدهد مشرک است و شرک اکبر را انجام داده، زیرا که التجا و توجه کرده است به غیر الله، افتقار کرده است به غیر الله، زیرا که سبحان الله بنده به نفس خودش اهانت کرده است. زمانی که عبادت الله را ترک کرده و به عبادت مخلوق مشغول شده است، اهانت به خودش کرده است. و معنای عبودیت، عبادت حقیقی الله را عبودیت لله میگیم، عبودیت الله یا عبودیت الله یعنی عبادت الله. معنای عبادت الله را نابود کرده، همون معنایی که الله به خاطرش من شما را خلق کردم، الله ما را خلق کرده تا که یگانه الله را عبادت بکنیم، یعنی توحید را انجام بدیم، موحد باشیم. انسانی که غیر الله را عبادت کرده همین خواسته الله را ترک کرده. بزرگترین صفت بنده که این چی است؟ باید الله را عبادت بکند، عبودیت رو به الله انجام بده، ترک کرده، بالاترین مقام را ترک کرده. کسی که غیر الله را عبادت میکند الوهیت را به مخلوق داده است، یعنی مخلوق را عبادت کرده است و مخلوق را وصف به ربوبیت الله کرده است و وصف به کمال کرده است و یک مخلوق ناچیز را یعنی مستحق عبادت دانسته و الله را مستحق عبادت ندانسته است. اعوذ بالله. این معنای همه عملهای مشرکین همین است. کسی که یک شرک را انجام میدهد همه همین گفته ها به سر او تطبیق میشود. هر کسی که شرک را انجام میدهد غیر الله را عبادت میکند، داند که سبحان الله به مخلوق شکایت کرده از الله، الله را شکایت به مخلوق کرده است. یعنی به مانند این که یعنی ما الله را ترک کردیم، دعای الله را ترک کردیم، عبادت الله را ترک کردیم، زیرا که این عبادت الله، دعای الله به ما گویا که فایده نآورد و به سوی توی مخلوق آمدیم، ما را رحم کن، ضررهایی که در بالای ما است کشف کن، نابود بکن، حال ما را تو خوبتر میدانی. اعوذ بالله. معنای عملی مشرک همین است. مشرکی که الله را ترک کرده به غیر الله آمده یعنی چی؟ یعنی اینکه
امیدش به غیر الله زیاد است. غیر الله را افضل از الله یا که قادرتر از الله یا که داننده حال از الله دانسته نباشه چرا به غیر الله میاد؟ هر کسی که شرک را انجام میدهد باید بداند که یک بدی را بگویم یک کاری از همه بدترین را انجام داده و بدترین گمان را نسبت الله انجام داده است و الله را قدردانی نکرده است. الله میگوید که و ما قدر الله حق قدره، ای و ما خاف الله حق مخافته، حق خشیته. از الله نترسیدند حق ترسیدنیش را، الله را قدردانی نکردند، بزرگی الله را اعتراف نکردند، الله را بزرگ نشماریدند و در حق الله گمانی بد کردند. اینها کی هستند؟ مشرکین هستند. هر مشرکی که در این دنیا هست بداند که خالق را به مخلوق تشبیه کرده و او مشبه است، یعنی الله را به مخلوق تشبیه کرده. چگونه؟ به همون اعتقاد باطلش که مشرک اعتقاد دارد که الله محتاج به واسطه است. اگر ما بین خود و بین الله واسطه نگیریم گویا که الله ما را رحم کرده نمیتواند و مشکلات ما را حل کرده نمیتواند. این عقیده مشرکین است و الله را تشبیه میکنند به پادشاه این دنیا. میگن که چگونه ای که به نزد پادشاه انسان راست داخل شده نمیتواند و پادشاه یعنی مجبور است و اینچنین محتاج به یک واسطه دارد بین خود و بین مردم، اینچنین الله همچنین است. میگن نعوذ بالله. و آشکار واضح در کتب اهل کلام از جهمی ها، اشعری و ماتریدی ها ذکر شده است از قبوری ها. و اینچنین این مشرکین مخلوق را به خالق تشبیه میکنند، یعنی خالق را به مخلوق و مخلوق را به خالق، یعنی به مخلوق صفتهای الوهیت را میدهند و او را دعا میکنند. سبحان الله. هر کسی که عبادت را به غیر الله انجام میدهد بداند که دعا و عبادت غیر الله از شرک اکبر است که صاحبش را از ملت اسلام، از دین اسلام خارج میکند و این کفر بواح است و جهل در این مسئله عذر نیست و تعویل عذر نیست، چخیلی که جهمی های خبیث و خوب سا میگویند. بلکه هر کسی که به شرک اکبر در بین مسلمین دیده و دانسته داخل شد مشرک است، به شرک اکبر گرفتار شده و خالدا مخلدا فی النار است اگر توبه نکرده بمیرد. و اما کسی که از سبب جهل نفهمیده و ندانسته به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد این مشرک است. در این دنیا معامله کفار میکنیم و اگر در حقیقت جهلش جهلی معتبر باشد در روز آخرت امتحان میشود. یعنی جهلش جهلی اعراض نباشد، جهلش جهلی بگویم انکار نباشد، جهل در حقیقت جهلی غیر متمکن باشد. سبحان الله. هر کسی که شرک را انجام میدهد از الله امید نیکی را کنده است، از الله امید اجابت دعایش را ندارد، به غیر الله امید کرده است. هر کسی که شرک را به الله انجام میدهد سبحان الله خسارت زده شده است در باب رضایت الله سبحانه و تعالی، یعنی از رضاگی الله بیرون شده است، از جنت محروم شده است، از رضاگی الله محروم شده است. سبحان الله. و خودش را واجب کرده است به داخل شدن به دوزخ و به سخط الله گرفتار کرده است. هر کسی که دعا کرده است غیر الله را، همانا که او را بزرگ شمارده است، غیر الله را بزرگ شمارده است، به او خضوع کرده و در نزد او خود را ذلیل و خوار و شکسته حال و محتاج و فقیر و افتقار شده در نزد یک مخلوق قرار داده است. این همه عبادت است، یعنی عبادت را به او انجام داده است. سبحان الله. هر کسی که دعای غیر الله عز و جل را انجام داده است حق الله را به جا آورده است و به شرک اکبر گرفتار شده است.
بدانید که دعای غیر الله تعالی این به یگان شک شرک اکبر است، کفر اکبر است که انسان اگر توبه نکرده بمیرد خالدا مخلدا فی النار میشد. و هر کسی میگوید که دعای غیر الله سبحانه و تعالی جایز است و اعتقاد میکند که خود الله امر کرده است که ما بین خود و بین الله واسطه بگیریم، انبیا را، اولیاء را، بداند که به الله افترا کرده، دروغ گفته و به الله تهمت کرده است. از همه بدترین ظلم و بدترین بدی و دشمنی این افترا کردن به الله، تهمت زدن به الله است. از پیش خود دروغ گفتن در حق الله است و بی‌ادبی کردن به الله است. سبحان الله. و دعا کردن اولیاء، دعا کردن صالحین، یعنی طلب دعا کردن از اولیاء، یک چیزی رو طلب کردن از صالحین، طلب شفاعت کردن از انبیا و اولیاء و صالحین، این دشمنی کردن به همونها است، بدی کردن در حق همونها است. هر کسی که رسول الله را دعا میکند یا غیر رسول الله را، دیگر انسانهای مرده را دعا میکند، از او طلب میکند، زنده باشد یا مرده باشد، از او چیزی را طلب میکند که از خصوصیت الله است، به تحقیق به او بدی کرده و این ظلم در حق همونها است. و در روز قیامت همه این کسانی که مشرکین اونها را طلب میکردند، در روز قیامت همه اشون به مشرکین براءت را اعلام میکنند. چگونه ای که عیسی براءتش را از کسانی که عیسی را عبادت کردند در روز قیامت اعلام میکنند. در سوره مائده 117 الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم. من نگفتم چیزی را مگرم بجز همون چیزی که تو خودت مرا امر کرده بود. یعنی من به مردم وقتی که رفتم و دعوت کردم از پیش خودم هیچ چیزی نگفتم، همون چیزی که به من گفته بودی که بگو گفتم. این چی بود؟ ان اعبدوا الله ربی و ربکم. ای مردم یگانه الله را عبادت بکنید که همین الله رب من و رب شماست. یعنی عیسی به چی دعوت کردند؟ به لا اله الا الله دعوت کردند. یعنی یگانه الله را عبادت بکنید و غیر الله را ترک بکنید. و ملائکه هایی که امروز کسانی اگر باشند که ملائکه پرست باشند، در روز قیامت ملائکه ها براءت خود را از همون عبادت کنندگانشون اعلام میکنند. چخیلی که در سوره سبا آیه 40 اومده است قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. مشرکین میگن که ای الله تو پاک هستی، تو ولی ما هستی، بغیر از اونها ولی ما نیستند، تو دوستی ما هستی، اونها دوستی ما نیستند، اونها دشمنی ما هستند. اینها ما را عبادت نمیکردند بلکه اینها جن را عبادت میکردند، شیطان را عبادت میکردند و بسیارشون به همون جن شیطان مؤمن بودند. یعنی علما میگن که هر کسی که در این دنیا غیر الله را عبادت کرد، چیزی را عبادت نکند، شیطان را عبادت کرده است. پس بدانید ای مشرکین، امروز میروید در سر قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم عبادت را انجام میدهید به پیامبر، یعنی دعا میکنید از پیامبر. این انجام دادن عبادت به غیر الله، انجام دادن عبادت به پیامبر صلی الله علیه وسلم. پیامبر از شما براءت را در حالت زنده بودنشون اعلان کرده و در روز قیامت هم اعلان میکند و خود الله براءتش را از شما مشرکین اعلان کرده است. براءت من الله و رسوله. الله میگه براءتش را الله اعلان میکند و رسولش اعلان میکند از کی؟ از مشرکین، کسانی که به الله شرک میکنند. و الله بیزار است و براءت خود را از شرک و از مشرکین میکند و هیچ نیازی به این عبادت شرکی شما ندارد. بارک الله فیکم. با همین این موضوع را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی یک حلقه و دو حلقه دیگر در موضوع عبادت صحبت میکنیم و باقی مانده به دیگر موضوع داخل خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.